در قسمت 117 روزگاری در چوکوروا دیدیم که هاکان بعد از به هوش آمدن زلیخا و بهتر شدن حالش به او پیشنهاد کرد که به رابطه عاشقانه‌شان جنبه رسمی و قانونی بدهند و زلیخا هم قبول کرد و بلافاصله کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داده و اعلام کردند که قرار است به زودی ازدواج کنند. در کنفرانس مطبوعاتی خبرنگارها سوالات زیادی در مورد گذشته و خانواده مهمتکاره از زلیخا پرسیدند و زلیخا در حین این سوالها متوجه شد که واقعا مهمتکاره را نمی‌شناسد و چیزی از گذشته و خانواده او نمی‌داند و به همین خاطر حالت صورت و رفتارهای زلیخا تغییر کرد. احتمالاً در قسمت‌های آینده روزگاری در چوکوروا زلیخا سعی می‌کند اطلاعاتی را از گذشته مهمت به دست آورد و به همین خاطر به سراغ مهمت می‌رود و سوالاتی را از گذشته و خانواده‌اش می‌پرسد. اما مهمت یا همان هاکان به حرف‌های عاشقانه سر زلیخا را شیره می‌مالد و زلیخا هم متوجه رفتارهای مشکوک او می‌شود. زلیخا به شک می‌افتد و تصمیم می‌گیرد عروسی را به تعویق بیندازد، اما در همین حین متوجه می‌شود که رفتارهای فکرت دوباره عوض شده و مدام دور و بر او می‌پلکد و او را زیر نظر دارد. زلیخا برای اینکه از شر فکرت خلاص شود پیشنهاد هاکان را قبول کرده و در اسرع وقت مراسم عروسی را برگزار می‌کنند و رابطه عاشقانه‌اش با هاکان را رسمی و قانونی می‌کند و رسما زن و شوهر می‌شوند. اما 2 روز بعد از اینکه زن و شوهر می‌شوند، بتول برای اینکه زلیخا را نابود کند عکس دمیر و هاکان را به او داده و همه ماجرا را برای او تعریف می‌کند. زلیخا می‌فهمد آدمی که با او ازدواج کرده همان هاکان گمشغلوی معروف است که بزرگترین قاچاقچی اسلحه در خاورمیانه است و کسی است که شوهرش دمیر را به قتل رسانده است. زلیخا با فهمیدن این واقعیت به هم ریخته و از درون و بیرون نابود می‌شود، اما نمی‌تواند هیچ واکنشی نشان دهد، چرا که خودش هاکان را انتخاب کرده و بارها از او در برابر فکرت و لطفی دفاع کرده و به خاطر او از دمیر طلاق گرفته بود. زلیخا که در وضعیت بدی گیر کرده تصمیم می‌گیرد بدون اینکه بخواهد چیزی را بدهد به زندگی خود با هاکان ادامه دهد و در همان وضعیت نقشه‌های خطرناکی برای هاکان بکشد و از این طریق قصد دارد با آرام‌ترین روش ممکن و در خونسردی کامل هاکان و دار و دسته‌اش را نابود کند.